جنرال به شکل کشته شد. جناب شما 3 سال در کنار جنرال رازق در قندهار تجربه کار کردن دارید. اولی که این در این که یک شخصیت بسیار متفاوت بود جنرال رازق با اطرافیان خود و با کسانی که به طور مثال در کابل بودند، در این هیچ شکی نیست. یک شخصیت کاملا کاریزماتیک و متفاوت و می‌دانست که امروز اگر زنده می‌بود، حداقل اگر در حضور جنرال رازق هم نظام سقوط می‌کرد، اما امروز می‌تونه با قدرت یک چتر واحد برای تمام مخالفین نظامی و سیاسی طالبان باشه و همه را در کنار خود جمع کنه تا در برابر طالبان مبارزه کنه. یک چیزی که در جنرال رازق هیچگاه فکر می‌کنم عوض نشد جنرال صاحب این بود که دیدگاه درباره طالبان هیچگاه عوض نمی‌شد. یعنی هیچگاه طالبان را دوست خطاب نمی‌کرد، هیچگاه طالبان را احساس نمی‌کرد که میتونن دوست شوند و همیشه آنها را با چشم دشمن می‌دید. اما جنرال صاحب آیا گاهی جنرال رازق از خطر احتمالی ترور با شما صحبت کرده بود؟ آیا گاهی گفته بود که احتمال داره که من ترور شوم، احتمال داره کسی مرم از بین ببره، احتمال داره که من کشته شوم، احتمال داره که این کلشخی ها و این مبارزه طلبی های بیش از حد خیلی خطرناک باشه؟ گاهی در قصه های رفاقتانه با شما چیزی میگفت یا نه؟ به اندازه با جرأت بود و سر ما انتظار داشت که با یک دریور خود و بعضی اوقات تنها خودش دریوری میکرد در قرارگاه کماندو پیش ما می آمدن و در شب عید کالای یخندوزی قنداری که برای خود دوخته بود او را برای من تحفه داد که حالم دوستای که قندار به دیدن میرم او را با افتخار میپوشم و چون من از شمال افغانستان بودم و تعهد ما را میدید، صداقت ما را میدید و ما تعهد و صداقت او را من یک فرزند افغان میدیدم، واقعا یک اعتماد بودم و ما قماندانای خود امر کرده بودم که در تشریک مسائل بسیار تنگ یا کار بکنه. خود نمیکرد آقای رازق جان نفرت خود از آقای معصوم استانکزی، از حنیف اتمر و از عناصر در اطراف مانند سلام رحیمی خود نمیکرد و میگفت که آقای رئیس جمهور اشتباه میکنه که طرفدارای پاکستان در شورای امنیت آورده. از این که دیگه واضح صحبت نمیشه و بعد هم چندین بار حمله و وی باره که به این شکل به شهادت رسید. قصه از اون بسیار زیاد است، مثال های زیادی دادن به وقایعی که من در اسپین بولدک رفتم و که به 5 جای که باز ما هر بار فیصله میکردیم در فیصله های خود شهامت قوای سرحدی ما که قابل قدر است، رحمت بشیری که سربازا و بیدملا و افسرها و جنرالای قوای سرحدی ما خورده بودن در هر جنگ و در حیاتی که ما میرفتیم بالاخره ما غالب میشدیم. وقتی گزارش خود به شورای امنیت می آوردیم دوباره آقای اکبر و آقای محب عذر خود برای پاکستانی ها میکردن و وار اجازه میدادن که پوستا و بیزهای خود مانند در غلابخان، در انگورده، در تورخم و در سپین بولدک بسازن. در حالتی که ما نشته کرده بودیم که غیر قانونی است پیش آمدن و حق ندارن، ما نمیتونستیم یک پنچه بکشیم به سر زنابانه و این فداکاری های از ما و اون عیقایی که ما میرفتن جنرالای وزارت دفاع، وزارت داخله، از وزارت خارجه یکی از رئیسای معاونین و وزارت اقوام قبایل و یک دگروال صاحب بسیار شریف وطن دوست از لغمان بودن، از ریاست ملی امنیت ملی و جنرالای امنیت ملی در حدود 10-15 نفر در 5 مرحله با ما در سرحدات رفتن و شاهد هستند، خدا شاهد است که و مردم افغانستان شاهد است که از سرباز تا جنرال قوه ملی، پلیس ملی، امنیت ملی وظیفه خودم مطابق قانون اساسی، مطابق تعلیم با صداقت و ایمانداری انجام دادن. ولی بله ما به این فریب خورده بودیم که قانون اساسی بعد از دوران عظیمشان باید تطبیق میشد و ما به ارزش‌های افغانستان وفادار بودیم. کودتای شانواستانه در وقت جمهوریت بر علیه دکتر نجیب برای ما درس و پند بود. کودتای سردار داوود و ما درس بودیم، ما انجام ندادیم. ممکن است اشتباه بوده باشه، ممکن است جامعه جهانی قبول نمیکردن، ولی اگر همون 50 تا جنرالی که از وظایف خود در اردوی ملی و در پلیس ملی و در امنیت ملی برطرف شدن، اگر اونا می بودن، ما یقین و باور دارم که به این شکل
وضعیت پیش نمی آمد. حداقل یک حکومت ائتلافی ارزش‌های جمهوریت حفظ میشد، قانون اساسی حفظ میشد، بیرق افغانستان از بین نمی رفت. ولی این کسایی که دزدی کردن پول خود آورده حالی جایداد میخرن. خواهش ما از تمام دیپلمات‌های با عزت جمهوریت و رؤسای امنیت ملی و کارمندان بلندرتبه امنیت ملی است که تشکر و سپاسگزاری میکنم که لیستا را با ما شریک کردید. ما یک لیست به اتحادیه اروپا، یک لیست به اداره سیگار امریکا و یک لیست به وزارت خارجه امریکا سپردیم. البته خدا شاهد است که این بدون مسائل شخصی یا خصومت شخصی با کسی است، ولی در این لیست تدارکات ملی، شورای امنیت و رهبری ضعیف و بیروحی سکتور امنیتی و دفاعی که تحمیل شد از طرف شورای امنیت و سبب از این شد که نیروی و ارتش ملی را که ما به خاطر دفاع از عزت و شرف افغانستان ساخته بودیم، ما به کمک جامعه جهانی نیروی ملی را برای تسلیم شدن برای طالب نساخته بودیم. فلازا این لیستا تسلیم شدن و همونطور که چند نفر هموطنهای ما بعضی این چهره ها را از محافل عروضی خود و از محافل خوشی خود در امریکا و در اروپا کشیدن، خواهش کردن که شما در سقوط اردوی ملی و خون شهدا دست داشتین، لطفا مراسم ما را ترک بکنین. ما خواهش میکنیم که ملل متحد این چهره ها را به هیچ صورت در دولت آینده، در صف مذاکرات و در ساختار نیارم. ولی یک دفعه آخر خود جمله خود تکمیل میکنم که افغانستان یک جامعه متنوع و متکثر است، هم از لحاظ قومی، زبانی، مذهبی و حتی فرهنگی. فلازا برای ثبات سیاسی دو اصل مهم است. اول پذیرش تنوع و تکثر جامعه افغانستان و دوم شکل دهی جامعه شهروند محور و دولت مدنی شهروند محور و تمام گروه های سیاسی و جریان های سیاسی که به دو اصل باور دارند باید با هم یک جای شوند تا به ثبات سیاسی و توسعه اجتماعی و اقتصادی برسیم. اگر ما اصل اول قبول بکنیم ولی باز هم سیاست ملی و دیدگاه خود مبنی بر قومیت و اکثریت و اقلیت بگذاریم، ما به ثبات سیاسی و امنیت نمیرسیم. فلازا سیاسی یک طرف با اینمی پذیرش دو اصل و طرف دیگر طالب، حتما این جریان ها پیروز میشن. بسیار خوب جناب